آقای رئیس سلام بر شما اولین بار از کمدی لیلاف. سلام عرض ادب به خودت سارا جان، به خانم صوفیا. امید است که جور و تیار صحتمند باشین و ما یکی از کسان هستم که فکر کنم بار اول که آغاز کرده بودین برنامه تانه می آمدم گوش میکردم و خودم نه هنرمند هستم و دوست دارم گوش کنم و اکاونت دیگه شام تنهایی. اوکی، تشکر از مهربان که شما چقدر برنامه رو سپورت میکنین. دستتون درد نکنه از اینکه اینقدر در قسمت فرهنگ خدمت میکنین و نشان میتین که فرهنگ و موسیقی همچنان موسیقی خوب، موسیقی اصلی همچنان شنونده و سپورت کرد داره. بسیار مهم است و شما یکی از کسانی هستین که بسیار برنامه رو سپورت میکنین و زیباییش دمی است که قدرت میتین برای موسیقی و برای فرهنگ برای یک خانم افغان. از او خاطر بسیار تشکر میکنم از شما. زندگی